خواستم. خب به نام خدا. این نواحی که دارم میکشم، اول این ناحیه ممنوع است. از فیلترام لب اینجا رو بشون، یعنی ناحیه کمیشر لب، این ناحیه وی شکل یا کمان لب، ناحیه خط لب یا ناحیه ورمیلون برده. از پره های بینی به این ور بهتره که تزریق نشه، چرا که لب حالت گشاد میشه، دهن گشاد میشه. ولی اگر قرار بود تزریق باشه مقدار دوزمون کم باشه. لب پایینم به همین شکل. قسمت تر لب، قسمت خشک لب، این قسمت خشک لب، این قسمت هایی که برمیگرده و علامت میزنم و اینجا قسمت تر ما. توی این قسمت ها قراره که تزریق نکنیم. اونایی که سوال میپرسن عمق نیدل چقدر باشه، یعنی نیدل چقدر وارد بشه، تا این قسمت تر بیشتر خوش وارد بشه، یعنی اینجا ممنوع است. خب میخوایم که متد روسی رو اجرا کنیم. مثل همیشه از ناحیه ورمیلون بوردر یا ناحیه خط لب وارد میشیم. هر سمتی هم باشه ایراد نداره. خب وارد شدم، میخوام که به اون ناحیه تری نخوره. نگاه کنید تا اینجا. بعد اینو سمت خودم میگیرم. رنگ باف مشخصه ولی سفیدی خاکستری بودن نیدل مشخص نیست. خب روی عدد 80 من کم کم تزریق میکنم و میام به سمت بالا که برسم به 70. یعنی تزریقمون کمه. توی هر خط تقریبا میشه گفت لب رو سمت بالا ماساژ میدم. بعد اینکه بلند از همونجا میتونیم زاویه دستمون تغییر بدیم و میتونیم نیدل رو در بیاریم و زاویه رو تغییر بدیم. این دیگه خیلی مهم نیست. خب مجدد از این گوش وارد میشم، یعنی از چند میل کنارش و تزریق میکنم. دوباره زاویه دستم رو تغییر میدم. چون قرار 1 cc بزنیم و 1 cc دوز خیلی کم، ما سعی میکنیم که فیلر به همه جا برسه. پس میایم لب پایین رو میزنیم. اگر اجازه داد مجدد تزریق میکنیم دوز بیشتری. از وسط لب شروع میکنیم، لب پایین هم مثل لب بالا شروع میکنیم. اگه نیاز بود میتونید آسپیره هم کنید، ولی چون ما خیلی عمقی وارد نمیشیم بازم لب پایین نباید اون ناحیه مقالن تر لب بخوره، چرا که گلوله میشه و فرم بدی میگیره. بذارو هم ما چون لب کوچولویه سعی میکنم ناحیه خط لبش هم تزریق کنیم، مثلا لب پایین که
akşam isteyene isteyen boş ne bir sorun bilmem. بالا خیلی نیست. Kendi payınızı mı?